بنده خدا گناه. بنده دست گیرش که نمی‌فهمش. بعد دیگه چه نفرسه؟ نه فقط زخمی شد. امروز این همین زخمی شده. حالتون بیشتر سخت شده. واقعا خیلی خطرناکه. بلند شید وسط خودت جمع کنید. امشب باید حالتون امشب خیلی خطرناکه. باید حتما داخل بخوابید. درم محکم ببندید. هوا هم دیگه داره تاریک میشه. منم باید برگردم. باشه برم. خدا.